يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان تو نیز از اهل قرآن باش. والريحان يا به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد روز قیامت منزلت مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نکوکار خواهد داشت و کسی با لکنت زبان و سختی آن را تلاوت نماید دو پاداش دارد. روایت بخاری و مسلم. یعنی شخصی که قرآن را با تمام قاعده های تجویدیش درست می خواند به منزلت فرشتگان بزرگوار و نکوکار خواهد رسید. و دوم شخصی که قرآن را با مشکلی می خواند یعنی حرفها را کنده کنده با سختی می خواند برای این شخص دو اجر است به خاطر کوشش کردنش و یک اجر به سبب مشقت داده می شود و دوم اجر به سبب قرائت. و این معنای آن را ندارد که شخصی که قرآن را با مشکلی می خواند از شخصی که ماهر قرآن است ثواب زیاد می گیرد. نه، بلکه شخصی که ماهر قرآن است و قرآن را با تمام قاعده های تجویدیش می خواند مرتبه او به مرتبه فرشتگان می رسد که در اینجا بسیار اجر می گیرد. و شخصانی که قرآن را خطا می خوانند نباید بی‌پروا باشند، باید حرکت کنند که آموختن درست قرآن را یاد بگیرند تا به مهارت رسند و درجه اشان به درجه فرشتگان نکوکار برابر خواهد شد. ماهر قرآن کیست؟ مولا علی قاری رحمه الله میگوید که ماهر به قرآن شخصی است که قرآن را خوب میداند، یعنی خوب حفظ میکند یا خوب تلاوت میکند. برای چی حافظ قرآن فضلش از دیگران بالاتر است؟ حافظ ابن حجر رحمه الله میگوید چی طوری که فضل قرآن از دیگر کتاب ها زیاد است این چونین فضل شخصی که آن را حفظ می کند نسبت از دیگر شخصان زیادتر می باشد. فایده های این حدیث: فضیلت حافظ قرآن شخصی که قرآن را خوب می داند. بعضی مؤمنان درجه اشان به درجه ملائکه های بزرگوار می رسند. تشویق نمودن به آموختن قرآن. اصلاح کردن خطاگی ها با وجود آنی که مشقت است و یک اجر به سبب مشقت داده می شود و دوم اجر به سبب قرائت. قرآن بر قلب انسان چه اثری دارد؟ انسان هایی که صادقانه قرآن را دوست می دارند قرآن را با مشکلی کنده کنده می خوانند و نوابسته از این روح افتاده نشده در پی اصلاح کردن خطاگی های خود هستند و هیچگاه از قرآن سیر نمی شوند بدانند که دلهای چنین شخصان پاک است. چون عثمان خداوند از او راضی باد گفته است اگر دلهای شما پاک باشد هیچگاه از کلام پروردگارتان سیر نمی شود. پس برادر و خواهر ایمانیم نوابسته از اینکه قرآن را با مشکلی ها و با خطاگی های زیاد میخوانی حرکت بکن که در خواندن قرآن مهارت پیدا بکنی تا درجه‌ات به درجه فرشتگان بزرگوار و نکوکار برسد. در آخر دعا میکنیم که خداوند قلبهایمان را پاک و منزه گرداند تا به گوش دادن و خواندن و عمل کردن بر این کتاب مقدس قرآن کریم مشرف شویم. آمین یا رب العالمین. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.